یکی از بزرگترین فیلسوف‌های تاریخ بشریت در یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های تاریخ فلسفه، جهان به مثابه اراده و تصور، نویسنده آرتور شوپنهاور تو این کتاب بی‌نظیرترین احتمال رو در نظر میگیره و میگه که نکنه شاید زندگی همینه که هست، نکنه شاید زندگی همینه که من میبینم برگ رو درخت میفته، همینه که راه میرم، همین آبری که از بغلم رد میشه، همین زنگ تلفنی که میخوره بدون هیچ دلیلی، همین سلام و احوال پرسی هاست. نکنه زندگی فقط همینه و ذهن ما فقط دوست داره خاصش کنه، فقط دوست داره بگه نه این که یه زندگی معمولیه، فردا خاص داره. نکنه زندگی همینه که امروز رو شاد باشم، نه به خاطر این که جمعه میخوام برم مهمونی تمام زندگیم رو از یاد ببرم تا جمعه هی انتظار بکشم کی میرسه این جمعه، از جمعه دوباره میخوام تا سه‌شنبه که با دوستان میخوام برم کوه کی میرسه این سه‌شنبه. بزرگترین نوع شوک‌گذاری بشر اینه که هر لحظه هر جایی که هست قدر همون لحظه رو بدونه. بزرگترین نوع شوک‌گذاریه. چقدر ساده داریم لحظات ساده رو دست میدیم. نکنه واقعا زندگی همین لحظات ساده است؟ نکنه زندگی همین چاییه که میخوریم، همین قهوه‌ای که میخوریم، همین سلام اوله کی میدونیم آخرین لحظه است؟ همین لحظه است. زندگی همین اکنونه.